ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон, бародарои азиз. Аввалан ҳамаи шуморо ба фарросии моҳи муборак табрик мегӯем ва имрӯз якум рӯзи моҳи муборакай ва мо айни ҳол харидорӣ кардем барои 5 оилае ки баъзеаш ҳастае ҷа 4 оилааш ҳастае ки фарзандонашон дар карантин дар Россия қарор дорад ва як оилае ҳастае ки 5 фарзанди ноқонуг дорад. Хулас алҳамдулилла якум рӯз сар шид ва мо ҳамин рӯзи ватан кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз аламтани кори хайрро давом бидем ва бародарое ки мехоҳед арами кӯмак кардан инстаграми мода бинависед ва мо бихоҳем шумо дар адрес метем агар ки вақтам дошта бошем метавонем ки бихарем биёрем мода битем бибарем бисупорем бародарои азиз. Ва барои як оила мо харидорӣ кардем бародарон 20 кило картошка, 20 кило орд, 10 кило пиёз, 10 кило сабзӣ, 5 кило бринҷ, 5 кило наск, 20 кило макарон ва 5 литр равғани дигар бародарои азиз. Мақсад ин чизое ҳастае ки ба ин чизо мешавад ки вижуват мешавад ки мисолан як моҳа ба хубӣ мешавад ки пеш барем бародарои азиз ва ҳозир мерем ва дар пеш ҳамаша худтон бо мебинем иншоалло. ولی اون ما را دستی میکنم و این آوازی مثلا همون بچه ها در کرانتینه دستی ما چه هر برادرو اون را دستی میکنم و اگر کرانتین میبرویه انشالله با هم بچه های او هیچ شما نمیگه که باید محتاج های و بازی دن ممن کار نکرده سه مثلا همون گفتی اکا من کار نکرده سم سوروی کرده نتونستم و من خیلی دستگیری کردم ما این همون خیلی انشالله میکنم این کمک حساب میشود. اینا برادران خونه یکم شما دیدن 40 که برده کردیم 5 کیلو نسک 5 کیلو برنج 5 کیلو این نمودی مکرون 5 کیلو این نمودی مکرون 5 لیتر روغن 10 کیلو سبزی 10 کیلو پیاز 20 کیلو کارچکا 20 کیلو آرد و اینجا خونه یک مادره که یک فرزندش یک فقط فرزند تا کار میکنه خواهد در کرانتین قرار داره این ها در روسیه به خاطر همون ما اومدیم دستگیری کردیم و میریم خونه دیگه نفر انشالله هر مدت در حق برادرایی که در غریبی هم در حق همشون و وقتی بچه تو نمی دیوان خونه تو میشنسن ببینه که مردگیه ببینه مثلا شرط نیست که خونه تو را کمی رکنه شما را برکت شما را تیاو در جای باشه خداوند نگهبان تو باشه همه بلا آفت ها خداوند نگهبان تو باشه مهاجرای تاجیک همه بنده مسلمان ای بلا آفت نگهبان من زیرش خواهد انشالله هم دنیا چی میشه با فرزند چون با کار میبره با سور میکنه با مدت سور میکنه با همون کمیجان یا یادم میکنه من خواهد جان عرض کنم همه وقت همه دست مراسم کمیزات رو یادم کنم بله خواهد نه برادران اومدیم بیام اویله ده این چیزای بردگی مونم و شما خواهد جان چند فرزند داره؟ 5 فرزند دنبالی غنمشون خطا میخوره اجاره میشینیم و در زمین خدمت اینجا اجاره میشینه؟ اجاره میشینیم پدرشون در زندان خب خارجا میدونیم حوض در تمام دنیا بیماری اومدگی و برادرای مهاجر ما اکثرش بیکارن و بعضی‌هاش هم بیمار هم شدگن در کمال دعا کنیم خارجا بسیار خداوند سوخ سلامت و پیش پدر مادرشون بگردن بیاین خدا پروردگار قدم خیر کده خیرات قبول بگردن خداوند بالای آخر زمان نگهبانتان باشه در نامه اعمال نیکی تو نوشته کنه سبب برارم خیر کنم خداوند نگهبان باشه من خارجا نظمانه دوگو باشیم برادرای نه الحمدلله اومدیم سیوم خونه برادری که فرزنداشون در کرانتینه چند فرزند تو در کرانتینه کرد؟ 3 تا در مسکو ده یا تا چیلامیزه 4 فرزند تو aynı در روسیه در کرانتینه و همه‌شون در پروژه میکنن که زندگی میکنن هم خودشون میگن لازم بروسیلا زورم مودین پونگو فرمان فقط شما تو کار نمیکنن نه خیلی کمکی برادرای مهاجری که با خودشون در مهاجرت و باید بیزنسمنایی که جمهوری تاجیکستان اصلا دستی کمک برای برادرایی که در کرانتین روی کردگان کجا به مقصد در کمال دوگو باشه در برادرایی که خدا هم وقت شما دام میکنین ده هاشون پروردگار نگهشون داره پروردگار ای بالا و فوت در زمان نگهشون داره شاید کجا نظمون خداوند نگهبان تا باشه خیلی خدمت گشت ان شاء الله خبر کنم سلامت باشه خدا شما را میگه پروردگار سلامت باشه شما را مبارک شما برادرای عزیز الحمدلله بچه زور ما میرسه کدستیم الحمدلله ما در یک روز 5 اویله را اسپید کدستیم خیلی کوشش میکنیم که 10 اویله کنیمش نو به هر حال برادرای عزیز کدو میده که نتونستیم خدمت کرده ایما خفن نشوید و
و مقصد بسیار آدم‌ها همو خفه میشوند که ای نمو در مو زاتو دیگه هموطن‌ها در کدیسیم که هم هموطن مقصد چند از جوری مو رسیده الحمدلله خدمت کردیم به خاطر این برادرای دکی نرسید خفه نشوین و زیق نشوین ان شاء الله کوشش میکنیم که هم تا حد امکان همه برسونیم ما باوری کامل دارم که مثال شاید همه نتونیم کردن باوری کامل دارم که بعد تماشا کردن این ویدیو شما باید درک کنین که من خودم توقعیم و آدمایی که سپیسکا ما دارایی میکنن زیادن و خاطر همین برادرها با صبر باشین با دعا باشین فقط دعا کنین که خدا ما را قوت بده که ما همه در برسیم تمام ان شاء الله حاضر اینا اینجا وستوچن خلمی میگن اینا لیوکنن ای دوشنبه ای راهی کلونه که ای دوشنبه قریب 3-4 کیلومتر سینی بالای کوه میفروی مقصد اوسونه سه خانه با خانه گشتن تقسیم کردن و حاج ما ای وستوچن خلمی برآمدیم یعنی ایلاوی دوشنبه حاج با میریم اولاوی دوشنبه یعنی لنسکی رایون ان شاء الله دو اویله دیگه موندگی خدا خواهد لنسکی رایون میریم با دعا باشین هزار همه برادرای که دستگیری کردیم و تا حاضر میکنین زنده باشین با دعا باشین برادرها وقتی که ما در اینستاگرام پست موندیم یا تو استوریا موندیم که هر نفری که به کمک نیاز داره و عین حال در کرانتین قرار داره سراغاتون رو بنویسیم تا حد امکان میتونیم دستگیری کنیم و بسیار نفرها بودن که طرفای وای دورده هستن نویستن خلاص ما اونجا رفته نمیتونیم به خاطر چی؟ به خاطر که این پروداکتایی که ما میبریم ارزشش 500 تومانه و ما همین اونجا خریدگی هم بگیم و مقصد 200 تومان یا بنزین ریخته اونجا رفتن کمتر ناعادلانه میشود مقصد و خاطر همین ما همین در گرد گوشه انمی شهر دوشنبه در گرد گوشه شهر دوشنبه نزدیک به شهر دوشنبه مثلا اویلای نیازمند در اینجا هم به حد زیاده تقسیم کردیم و یک چیز حیاتو نبرونیم برادرای عزیز که من هیچ وقت هیچ کار جدا نمیکنم چقدر که یک شعر هست که میگن گر در یمنی چوبومنی پیشی منی گر پیشی منی چوبومنی در یمنی من با تو چی کنم ای نگار یمنی خود در عجبم که من تویم یا تو منی خلاص دیگه برای من همه یک گاید و من هیچ کار جدا نمیکنم و بازم تکرار میکنم برادر عزیز که اگر که من جدا میکردم مثال یکم منطقه را ما اولین درجه با همون زادگاه خودم که ناحیه میر سید علی حمدانی ما همه کمک‌ها را همونجا روان میکردم و خاطر همین برادرها هیچ چیز استروگ استودیت نکنین التماس همین جایی که همین پروداکت‌ها رسیده است همین هموطنای خودمون برادرای خودمون و در تا یک اسما میگیم زندگی کردیم مسلمان تاجیکن و خاطر همین التماس همین موضوع دیگه نرسین که مثلا چی با کلوب نمیره چی با اونجا نمیره بیاین یک کاری دیگه میکنیم راست قدر میخواین مثال دیگه اوبلاستو را یافتن خیر کردن اما آدمایی که میگن که چی با اونجا نمیگین تو برام راهپلی تمیتم همون راهپلی را برادرام ما در نتیه در کارت ما روی نکنین همون روی کنین همون اویله کمیزاتی که میدونین همون در رویش کنین یکون چی بخره بخچه و ما حوزی الحمدلله قریب رسیدیم در ناحیه رودکی یعنی لنسکی رایون حوزی اویله 4-5 میشه انشاءالله میتیم و با پنگایی روز یکم روزی رمضان الحمدلله زود خوش رو گذشته است و دعا میکنیم که شما را منم خیلی روزتون خوب بگذره. سلام علیکم برادرها. این چورون خونه یک مادری که این فرزندشون در کرانتین و در سپیس پریومن و الحمدلله ما وردیم خوکر رسانه مادر و ما کوشش میکنیم که ای سپس روی یکم نفر مقصد ایشون نتیم در نوار ما بخاطر که مقصد گپش بسیار میشه بخاطر همین مدر در یک سوا چند تشت خواهد جان فرزند در کرانتین تویز در سپیس پریومن ای ماه ینوری زنچه ینور فروردین مارس اپریل 4 ماه شد اما یک فرزند تو کار میکنه نه؟ یه بچه دارم. یه بچه داره نه؟ دیگه یکم قوی کاری نیست فقط
خدا هر ذکر نشه خدا ان شاء الله карантин هم بود شود و حجتاش انجام میکنه همه شب باز همه ده همونجا محکم است مثلا هیچ که اومدن نمیتونه هیچ که رفتن نمیتونه و مثلا карантин میشه ان شاء الله میبینم و در دیگه برادرایی که مثلا در حجت هم دوگو باشه بسیار برادرها مثلا جای بچه‌اش ما الحمدلله امن مثلا برادرایی که در کوچه و یا بیمار شدن بسیار انده برادر دوگو باشن که خداوند شفای کامل چون میده ساخت سلامت همشون با پیش پدر مادرشون میگردن در حق ما هم دوگو باشن خدا جان ما مثلا اگه در بین مردم بسیار میگردیم کسری و بیماری اومدگی مثلا خداوند گفته هم کسر نکنم یکم نمره ما شما در هست خدا جان یکم خدمت دیگه شید مقصد در دست ما میامدن تا چنین زور است ما خدمت میکنیم تا آمدن بچه‌تون انشاءالله سلامت باشن خدا جون مال نازنین دوگو باشن برادرای خونه که این ما برو اومدیم مادر معیوب دست یک فرزند داشته مثلا شوهر جدا یک فرزند دوران فرزند چون این بود در کرن 4 ماهی در سپیس بریومای و مادر خودش معیوب در بالای بچه معیوبی نشستگی بود به نهایت ذکر شدیم و انشالله برادرها همین کار بود کنیم و ما تصمیم گرفتیم 40-50 ایله دستی کنیم و میخوام که برای همین مادر یکم برادر خیرخواه باشه و یکم کمک خوب کنه که مقصد هیچ خیلی ندارد در زندگی یک فرزند داشته فرزند چند دست پیش بیرون محکمه همین چیز همین نقطه رو به نظر بگیرید التماس و یکم نفر سخت بخواد کمک کنه نمیدونش در کمیته را بنویسم من خیلی مخدشه رو خواهد میکنم. السلام علیکم برادران ما اومدیم هستیم با خونه پنجم اویله در لنسکی رایون ناحیه رودکی الحمدلله چقدر که دیگه خونه را بودگی هم به همین خونه همین خدا هم همین قدر چیست یعنی این اویله ده شوهرتان خدا جان سیاده در карантинан دخترچتون و فرزندای دخترچتون در دست شما چند کشید شوهرتون در اسیا 6 ماه شد 6 ماه دخترچتون چی خدا جان 2 ماه شد 2 ماه شد یکم رول پول رو نکردیم نه ان شاء الله 8 ماه میدونیم برای چی پول روی نکردیم همه شخص تو میدونیم مثلا شهر نیست ما بفهمونه هم بیماری اومدگی карантин مردم بیکوره ان شاء الله همش خوب میشه خیلی کمکی کمی ما را به جای زیاد قبول کنه خدا جان همه قشنگ رحمت در جان در حق مسافر و مهاجرا که دور وطن دعا کنه خدا جان که مقصد سوق ساما پیش پدر مادرشون بگردن و دخترتون نویسته خیلی بگین که آوردن سپردن مقصد با دینشون پر شده که فرزندکش دور نگون چیه من خدا جان نظم بگید بردار عزیز این الحمدلله 4 اویله را سپردیم و کوشش میکنیم که ای پگه مقصد در روز 4-5 اویله نیم زیادتر کنیم رمضان کم ترک کنیم مثلا هوا گرمه تشنه میشه و خود این همی چند قیزون مناسیسه و کوشش کردیم و ما میترسیم که برمید صدقه و 2 کس روزه اونا رختیم و خود این همی استابیل 4-5-6 اویله را هر روز اگر ببریم برسونیم چم الحمدلله دایم و یک گراویله میشود از آن رحمت کلان که با ما بده تا آخری نوار تماشا کرده زنده باشین دستگیر فراموش نکنیم برادرها باز هم میگم از آن رحمت کلان مای مبارک همتون تبریک برادر عزیز خداوند در همین مای مبارک دعا میکنیم خداوند همین کسل همین بیماری که امروز تمام دنیا را به خوف و اوج آورده بگیم به ترس آورده خداوند از سر تمام مردم گمش کنه و علاوه خصوص مردم ما مردم تاجیک خداوند احتیاط کنه برادر عزیز زنده باشیم